سلام دوستای عزیزم، امیدوارم که مثل همیشه حالتون خوب باشه. من مرتضی هستم و امروز قراره با هم گردشی داشته باشیم به یکی از زیباترین جاهای استان گیلان، یعنی آبشار ویسادار. آبشار ویسادار یکی از جاهای دیدنی رضوان شهر است و سومین آبشار مرتفع گیلان با ارتفاع 15 متر حساب میشه. ویسادار در گویش تالشی به معنای سایه درخت بید هستش. این آبشار در 98 کیلومتری شهر رشت و 24 کیلومتری رضوان شهر قرار داره، یعنی از رشت حدود 2 ساعت و ربع راه هستش. نکته جالب مسیر زیبای این آبشار است که واقعا دیدنی و جذابه و برای رسیدن به این آبشار سعی کنید عجله نداشته باشید و از مسیر لذت ببرید. در این بلاگ سعی کردیم بخش زیادی از این مسیر رو قرار بدیم و البته در یک ویدیو جداگانه مسیر رو به طور کامل براتون قرار خواهیم داد. نکته دیگه برای رسیدن به این آبشار همراه داشتن پول نقد هستش. در مسیر و خود آبشار به دلیل نبود آنتن موبایل کارتخوان‌ها کار نمی‌کنه و سعی کنید همراه خودتون پول نقد داشته باشید. البته فروشنده و رستوراندارها در مسیر واقعا مهربون بودن و با قبول دادن شماره کارت به ما خدمات دادن. پیشنهاد من برای رفتن به اینجا روزهای غیر تعطیل هستش، چون واقعا شلوغه. در مسیر یک آبشار جالبی هم بود که براتون در انتهای این ویلوگ قرار دادیم. طبیعت رو دوست داشته باشیم و سعی کنیم توش آشغال نریزیم. خواهشم با لایک ها و کامنتاتون ما رو در مسیر بهتر شدن حمایت کنید. در ضمن برامون بنویسید که دوست دارید از کجای استان گیلان براتون ولاگ تهیه کنیم. امیدوارم که از این گردش لذت ببرید.
من خوش اومدی. بلال منصور به شد چاقو بفهم آیزان با آلوچه جنگلی خوشتون نیامد پول نمیگیریم خدمات داره بفهمیم. سلام جوون قدوم خوش اومدید. نه قشنگ واسه آینده برنامه می‌ریزه. ولی خب درس ریزم مثلا چه عکس اکسان شده و دور بود یه مارکت یه ولی نمو
الله یاد نه سنگینی حالا باشه نام گردی رو شانا کیه؟ نگرم شانا دیگه دیگه شاید شانا شانا چی بنده وقتی یه دیگه رو هم بیرون دیده باید مورد پش این 150 میرزا قاسمی 150 داشتم نقاسی؟ نه من یه بریم الا 150 میشن لکشین Hey, nice.